بزن کنار، میخوام پیاده شم. یعنی چی؟ مگه دست خودته؟ عجبا. صبر کن بابا، یه لحظه وایسا. مهدی چرا فکر میکنی اگه باهات گفتم و خندیدم الان اجازه گفتن این حرفا رو داری؟ بی خیال بابا، برو پی زندگی. یعنی چی؟ تو اصلا اینجوری نبودی. تا نگفته بودم عاشقتم میگفتی، میخندیدی. تا اسمو به زبون آوردم عوض شدی. آره عوض شدم، چون رو یه حساب دیگه باز میکردم. من بهت میگفتم رفیق، نمیتونم به چشم غیری یه دوست بهت نگاه کنم. من نمیتونم فقط یه دوست ساده برای تو باشم، میفهمی؟ بس کن دیگه مهدی، یکم ظرفیت داشته باش. قرار نیست هر کسی باهات گفت و خندید عاشقش بشی. آره تو راست میگی، تقصیر من هستم. تو از همون اول به من میگفتی رفیق، ولی من آروم آروم بهت حس پیدا کردم. دست خودم که نبود. یهو به خودم اومدم، دیدم دلمو بردی. مهدی ببین، من واقعا نمیخواستم اینطوری بشه. بخیال، میگم که تقصیر منه که دوست داشتم و جا